نمیشه کسی خیانت ندیده باشه، چون خیانت کردم. نمک بخوری نمک دونو بشکنی دیگه. از اینکه به یه نفر راضی نباشی. که رفتاری که وقتی که خودت اونجا باشی و جلو بقیه انجام نمیده انجام بده میشه خیانت. کراشش رو من کراش داشت. سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا من از چند تا دختر و پسر پرسیدم که خیانت چیه، آیا خودشون خیانت کردن و نظرشون در این باره چیه. پس لایکو بزن، سابسکرایب هم بزن تا بریم ببینیم که چی میگن. اسمت چیه؟ میکائیلا. خیلی خوشبختم. آقا چند سالتونه؟ 19. 19. دانشگاه؟ بله. کار؟ بله. رشتت چیه؟ چه شغلی داری؟ پزشکی دانشگاه اصفهان. شغلم هم از بازار سیاهی که الان هست استفاده. خیلی عمالی. آقا نظر در مورد خیانت چیه؟ اول که حالا خیانت دیدی؟ نمیشه کسی خیانت ندیده باشه، چون معمولا اولین رابطه با یه آدم نادرسته و اینکه همیشه ضربه رو میخوره آدم و خیانت اینه که بستگی به آدمش داره، ولی به نظر من خیانته که الان باعث میشه خیلی از رابطه ها قشنگ بشه. قشنگ بشه؟ مثلا ببین، تا ضربه نخوری دیدت به یه سری چیزا عوض نمیشه. به نظر من، این نظر خود من به شخص است و آره. آفرین. خودت خیانت کردی؟ خودم نه. بعد اون خیانتی که دیدم، ببین یه مدت اینجوری بود که به خاطر یه سری مشکلات با مثلا هر 2 هفته با یکی بودم و اینا، ولی نه سوء استفاده ازشون کردم، نه همزمان با دوتا بودم، نه چیزی. فکر میکردم مشکلی که دارم میتونم با مثلا دختر و این چیزا حل کنم، ولی از یه جا به بعد دیدم نه، واقعا اصلا مشکل از جای دیگه است. ولی نه، خیانت نکردم. نایس. تعریفت از خیانت چیه؟ چه کاری اسمش خیانته؟ ببین خیانت صرفا این نیست که با یکی دیگه بری یا حتما همیشه با طرف باشی. مثلا من نوعی یه رفیق دارم 10 سال بامه، ولی یه مشکل داشته باشم شاید به یه رفیقیم زنگ بزنم که 6 ماه میشناسمش. این تایمی که باهات مهم نیست، اینجوری که چجور باهات به نظر من خیلی مهمتره. کیفیت رو من بیشتر ترجیح میدم. کیفیت بیشتر تر. بعد به نظرت پسر بیشتر خیانت کنه دخترها؟ ببین جفتشون میکنن، ولی بیشتر مثلا به تایپشون، به دوره‌ای که هستن، به نوعی که زندگی کردن به نظرم بیشتر ربط داره. ولی الان که فکر کنم دخترها، چون واقعا تا اونجایی که من میدونم دخترها بیشتر تو فکر مال و این چیزان. شاید با یکی باشن که دوستش داشته باشن، ولی واسه خودمونم خیلی پیش اومده این جمله، فقط یه دوست معمولی هستیم با هم یا فقط داداشمه. آره. آقا دمت گرم، مرسی. یه لایک بده نشون میدی. اسمت چیه؟ نازنین. چه اسممو میخوای الان؟ چه ربطی داره؟ سالته؟ 17. درس میخونی؟ آره. میترسم بپرسم، خیانت کردی؟ خیانت کردم. تو رفاقت یا تو؟ کلا خیانت، مفهوم خیانت کردی؟ آره. دوست داری بگی؟ خیانت آخه به پارتنرم نکردم، به رفاقت کردم. تو رفاقت کردم. به این خیانت. رفیقش هم اینجا نشسته داره. به این یه بار خیانت. چه تعریف کنی؟ تعریف کنم؟ کراشش رو من کراش داشت. بعد من از کراشش خوشم نمی اومد، ولی به خاطر اینکه ازم بکشه بیرون باش اوکی شدم که اکسمو خب بگو. بعدش این بهش برخورد، بعدش این با من چوس کرد سر یه 150 تایی. 150 تایی چی؟ مرسی. خیانت دیدی؟ آره. اونم دوست داری تعریف کنی؟ اونم دوست نداری تعریف کنی؟ اونو دوست دارم. خیانت چیه؟ واژه خیانت رو چی میبینی؟ تو چی میبینی خیانت؟ چی کار کنه میگی خیانت کرد؟ خب خیانت هر کسی یه دیدی نسبت بهش داره و اینکه من خیانت حتی به این میبینم که
حتی مثلا یه فکر دیگه ای بکنه که مثلا میدونه اون چیز منو ناراحت میکنه، ولی مثلا حتی فکرش هم میکنه. فکر کردم بشم. حتی فکرشم. یا خدا. چون خودم آدمیم که واقعا پایبندم توی رابطه. تعهد مهمه؟ خیلی شدید. و کسی که واقعا تعهد براش سخت باشه رو نگاهیدم. به نظرت دختر بیشتر خیانت میکنن یا پسر؟ صادقانه بگو جنسیت خودتو. صادقانه بگم من تو دور و بریام بیشتر از دختر دیدم. خداییش. تا حالا نظر همین بوده همه. مرسی متشکرم. قربانه. لایک نشون بده. آقا اسمت چیه؟ یونس. چند سالتونه؟ 22 خورده ای فکر کنم 3 80 چند 80 که 22. درس میخونی یا کار میکنی؟ هر دو تا. رشته و شغل. آژانس هواپیمایی کار میکنم و رشتم تربیت بدنی. خیلی عمالی. خیانت کردین؟ نه. خیانت دیدین؟ از رفیقاره. دوست دارین تعریف کنین؟ نه دیگه دیدم. دیدین. تعریفت از خیانت چیه که میگی خیانت دارم؟ یعنی چی کار کنه طرف خیانت کرده؟ نمک بخوری نمک دونو بشکنی. ریسمات اسمش خیانت. توی پارتنرات ندارم. من متأهلم. متأهلی؟ نه اصلا کاری به شما ندارم. نظرتو در مورد اینکه چی کار کنه؟ راجع به خیانت پارتنرها خب خیلی بده. چی کار کنه خیانت کرده؟ چیکار کنه خیانت کرد تو رابطه‌شون دیگه بره دوست سراغ کسایی دیگه چه خیانت دیگه. یعنی فقط ارتباط مستقیم، کارهای دیگه خیانت حساب نمیشه. خب خیلی چیزا خیانت حساب میشه. همونو میتونه فضای مجازی باشه، میتونه مستقیم باشه، حیات خوبه اون خوبه هر چیزی. بعد به نظرت چرا خیانت اتفاق میفته؟ نمیدونم اینا خودم هم نمیدونم. بهش فکر نکردی؟ نه هر چیزی ممکنه دیگه. تو رابطه‌های امروزی دختر بیشتر خیانت کنه پسر؟ اطلاعی ندارم. ما رو به دست میارید؟ نمیدونم، اطلاعی ندارم. اطلاعی نداری. من چند تا مسابقه گرفتم، حتی خود دخترم هم میگفتن دخترم. جدی ایوان اولین بار شنیدم. آره. نظرت در این مورد چیه؟ نظرم مثبته دیگه. گفتن دیگه. آقا مرسی متشکرم. یه لایک به دور بده. بله بفهم. اسمت چیه؟ فاطمه. چند سالتونه؟ 24. رشته دانشگاه؟ روانشناسی. شغل؟ موش. آیا خیانت دیدین تا حالا؟ بله. دوست تعریف کنین؟ نه. چرا؟ نداری تعریف کنی؟ خیانت کردین تا حالا؟ بله. اونو دوست دارین تعریف کنین؟ نه. خدا بس دیگه ما خسته شدیم دیگه. بله نه. اصلا خیانتو چی میبینین؟ خیانت طرف چی کار کنه میشه خیانت کرده؟ بعد خب سرکن یه لحظه مشورت کنم. دانشگاه روانشناسی چطوری میخونی؟ ما به بدبختی پاس کردیم. اگه حرفم که با یکی دیگه بزنه خیانت کردن. فالو هم نباید داشته باشه نه. نه دیگه. چرا خیانت اتفاق میفته؟ از حول بودم. از حول بودن خالی که نیست، یه اتفاقی میفته که خیانت اتفاق میفته. از چی؟ از همون حول بودن نمیدونم. چی شد؟ آره دیگه. از اینکه به یه نفر راضی نباشی. پسرا بیشتر خیانت کنه دخترا؟ به نظرم پسرا. چرا پسرا؟ خود دخترا اینجا ما حرف میزنیم خودشون میگن تو دور و بری ما رفیقمون بیشتر دخترا خیانت. من میگم پسرا. چون چون پسرا حول‌ترا. مشکل داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. به یه نفر راضی نیستن و راضی نمیشن.
من دیدم، خیلی هم دیدم. تعریف کن یکیشو. چیشو تعریف کنم؟ که دیدی. خب خیلی دیدم دیگه، بالاخره تو اطرافیام، نزدیکام، حتی با میخوام اون دلیلی که خودت خیانت کردی هم بدونم. چون بهم خیانت شد. همون شخص خیانت کرده بود چون به همون شخص. مرسی. یه لایک بدین اگه دوست داریم پخش بشه. یه لایک میدین. یه لایک بدین. آره. اسمت چیه؟ آرزو. آرزو چند سالته؟ 18. درس میخونی مدرسه؟ نه. دانشگاه. نه. ترک می‌کنم. کار میکنی؟ نه. اوکی. خیانت کردی؟ نه. خیانت دیدی؟ خدایا شکر ای خدا. تو رابطه هستی کلا؟ نه. خواهم بدونم نظرت در مورد خیانت چیه؟ طرف چی کار کنه میشه اسمشو گذاشت که خیانت کرده؟ هر کاری که مثلا وقتی که نه یادم نمیاد. اگه که رفتاری که وقتی که خودت اونجا باشی و جلو بقیه انجام نمیده انجام بده میشه خیانت. مثلا تو چه رفتاریه؟ نمیدونم. چه رفتاریه اینجوری میدونی که اگه طرفت این کار رو انجام بده خیانت کرده؟ مثلا فرض کن با رفیقتی، بعد مثلا دخترم، نه من مثلا با پارتنرم، بعد دخترم با همونه، جوری که با اون دختر صحبت میکنه اگه من نباشم باهاش همونطوری جور دیگه باهاش صحبت کنه اون میشه خیانت. چی گفت؟ خوبه آره. چه اتفاقی میفته که طرف تصمیم میگیره خیانت کنه؟ چی باعث میشه؟ چیزی باعث نمیشه، این مال تنوع طلبیه. شاید طرفش یه کاری کرده که اونم تصمیم گرفته خیانت کنه. خب بازم منطقی نیست. اگه که طرفش کاری کرده باشه بعد رابطه رو تموم کنن بعد خیانت کنن، نه بعد بره با یکی خیانت رو به نظر دختره بیشتر خیانت کنه پسرا؟ پسر چرا؟ تنوع طلب. خود دختر هم گفتن دختره بیشترشون. غلط کرد. تو دور و بر یا خودت، رفیقا پسرت، رفیقا دخترت؟ هیچ کدوم. کلا تعهد تو اکیپتون موج میزنه؟ بله. یه لایک به دوربینشون بده پخشش کن. خب نظر مردم رو در مورد خیانت دیدین. شما هم نظرتون رو کامنت کنین. چرا خیانت شکل میگیره و دلیل اصلیش چیه؟